ما می سردخانه را که ما گرفتیم امید به تعداد 2000 تن مال اینجا گنجایش داره که 2 لک سبد سیب میشه دیگه تخمینا 2 لک سبد سیب میشه. ما به خاطر زمین که بده مالای ما در زیر باغ مالای باغدارا رو ما میخریدیم از ما برادر راهم گای بسته گای خلاص سیب ما مال ما فاسد میشد. ما میره بده ضرورت دانستیم بده که اینجا 2 تا 3 تا سردخانه فضل خدا در ولایت غزنی جور شده در مدت 2 سال و 3 سال که یک شاهدش این روز است ما شما هستیم که اینجا بخیر افتتاح میشه فعال شده دیگه. به خاطر زمین که برادر مالای باغدارا مالای ما برادر خراب نشه و فاسد نشه برادر همین سردخانه را ما تصمیم گرفتیم که اینجا جور کنیم. با مقدار مثلا 6 تا 7 لک دلار پیسه ما اینجا سرمایه گذاری کردیم به خاطر خرید سیب از باغدارا خریدیم با تعداد 40 50 باغ ما خریداری نمودیم. باز بعد از او بخیر اینجا شرکت ثبات حاجی سواجی طالب ما پیشنهاد کردیم از کابل یک شرکت ثبات خودم اینجا آورد در منطقه روضه است دیگه. اونجا اینجا ثبات هم مردم باغدارا ما از اونجا میگیره. سردخانه اینجا فضل خدا 2 3 تا جور شده. خب بازم دایی مثلا ضرورت مردم غزنی از باغدارا پورا نشده. ما در 10 سردخانه دیگه ضرورت داریم. ما در شرکت‌های ثبات دیگه هم ضرورت داریم. دیگه از وزارت تجارت ما درخواست داریم مثلا که بخش ما تجارا ما مثلا ویزه بخش ما نمیگیره. مثلا در کشور خارج ما مالا را صادر نمیتونیم. در خلطه و در پلاستیک مثلا در غزنی میاره مثلا نگاه بونمور مثلا در 40 روپیه و 50 روپیه سودام نه دیگه. در 3 سردخانه و 4 سردخانه مشکلات مثلا نگاه ولایت غزنی ولایت پکتیکا که همجوار ماست تعداد باغا زیاد است مثلا که در افتکار نمونه ما را بس نمونه دیگه. ما از وزارت تجارت از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که تجارای ما را تشویق کنن مثلا اینکه به خاطر این زمین تربار ما به خاطر ترکاری ما مثلا ما سردخانه پیاز کار داریم سردخانه کچالو کار داریم سردخانه انگور مثلا که سیب همین میوه خدا کار داریم دیگه. تجارای ما بسیار والا بیچاره را در بدر خاک بسر این مشکلات ها گرفتار است. مولا لله الحمد فضل خدا که همیاجی و ماین خان و قدم خان هم یادم سردخانه گپا رو گرفت. ما بسیار زیاد خوش شدیم. البته به سطح غزنی کل مردم دهقانکارا کل باغدارا دهی خوشحال شدیم که مال ما مثلا مال در خارج نمیره جای دیگه نمیره. اینجا الحمدلله دل ما تک است به خدا و به میچی که اینجا یک مال خدا میمونیم در وقت و زمانش در بازار باز در زم میرسونیم دیگه. خداوند کل تجارا و کل اشاره واسه قدرت و توان بده که میتونه سردخانه جور کنن نمیتونه جای چی برای ما جور کنن. والا ما در می چالش ها و در می مشکلات روبرو بودیم که مثلا جنس ما سودا نمیشد در بازار صحیح به ارزان نمیرسید. می آوردیم مثلا جای خلطه سیب صحیح که فرض مثال تکلیف و زحمت و چیش بی آخرش هم در 20 روپیه و 25 روپیه و 30 روپیه. خب طبعا که در چیز جور نمونه. اینا الحمدلله شکر همی که سردخانه جور شده. این بخش ما بسیار یک سهولت شد. خیلی یک کار خوب شده خیلی یک کار نیک شده. ای کاش خداوند کل مسلمان‌ها رو واسه قدرت و توان بده که همیت سردخانه جور کنه همیت شیر برای ما جور کنه. ما زیاد خوش هستیم الحمدلله که جنس خدا مال خدا بیاریم در میجا بلیم در وقت و در زمانش در قیمت صحیح و مناسب سودا کنیم در بازار در عرضه برسونیم. دغه اړتیا خو د تجارانو لپاره او د باغدارانو لپاره دغه اړتیا د ورکوي چې دولت د سهولت ورته آماده کړي تجارتي هغه دې ورته آماده کړي د تجارانو ته د ورو ویزې آماده کړي د ټول افغانستان په سطح کې ټول ولایتونو ته تجارانو ته ویزې آماده کېږي او سهولت آماده کېږي او د غزني تجارانو ته تر اوسه هېڅ آماده کړې نه ده. دغه هر شی دې ورته آماده کړي ورکوي خلک تجارت وکړي او خصوصي سکتور خو بیچارهګان کوشش کوي تر خپله قدرته پورې تکلیف باز خپل آمادګي کې خو دولت هم تقاضا لرو چې له خصوصي سکتور سره له تجارانو سره همکاري وکړي چې په دغو سطح یا نور هغه کې سردخانې نور کوشش جوړ شي آماده شي او د غزني تجارانو د بازارانو لپاره د سهولت راشي. د غزني ولایت خو داسې ولایت ورکه زراعتي ولایت باغداري او زراعت په سطح ټول افغانستان کې بشاره غزنی به په سطح زراعت کې ډېر پرمختګ کړی او کامیاب د زراعت کې خامه یو مشکلات یو څه کم شته چې موږ له سردخانې په باب باندې د نور شیانو په باب باندې یو څه کمبودات لرو مالونه د بزګرانو بیچارهګانو مالونه یو څه تغیر عجیب کې مشکلات شته خو موږ د تجارانو له خصوصا مقامات امارت اسلامي چې دا تقاضا کوي چې له تجارانو سره همکاري وکړي او د غزني ولایت سره د تجارانو سره هېڅ وخت تر اوسه د وزارت د تجارت یا وزارت هغې سره همکاري نه ده سوی خو موږ کوشش کوو چې او خواهش وچې لرو چې څه همکاري له تجارانو سره وکړي او د موږ لپاره سردخانه و نور شیان مهیا کړي. ما بازرگانا
بدیلش داشتیم. سال گذشته ما به کشور ترکمنستان صادرات داشتیم، به کشور عراق صادرات داشتیم، به کشورهای عربی صادرات داشتیم. مسیر ترانزیتی ما خیلی زیاد است. تو اون مسیرها بار ما به صورت درست حسابی به مارکت نمیرسه، فاسد میشه. یگانه مارکت ما، عرض کردم تمام کار خودم ما بازرگانا از سرمایه شخصی خود. حالا ما دولت غزنی شاید تقریبا 5-6 سردخانه هست میاری. الحمدلله به کشور ما امنیت هست، قبول داریم، ممنون امارت اسلامی هستیم. ولی برای ما خواهشان راه بدیل، راهایی که مثال ما داریم، ما بازرگانا، شما شاهد هستید که یک بازرگان ما را پول آبشه پارسال پیازی که کشته بودن پول آبش در نیاورد. پول امید زحمت دهقان پیاز به دستش نامد. همچنان انگور، سیب، تمام از اینا. فقط ما راه بدیل ما مسیرهای پاکستان است. درد ما است که برادر گل باغ ما، حاصل ما تل میخریم، مال خوب فضل خدا شمسی برو شده. تا پارسال ما در تل این چی میکردیم، تل مقص میشد که سر چاو گل چاپ میشد. ما از امارت اسلامی امین توقع داریم که برادر گل یک صدخانه بخش ما جور کنه، بخش ما حاصل ما را یک چیز کنه که ما تا از سر سال تا آخر سال زحمت میکشیم و آخر چارچاخ خالی سونی خانه مریم. این باید یک جای شود که بخش ما صدخانه جور شود برادر گل، قدی باغدارا کمک شود برادر گل. قدی ما این چیز ما مخص کار نمیکنیم که مخص اوش رو زکات ما یک مورا بده. ما مخص ورداشته نمیتونیم برادر گل. باران است برادر گل، ما یاد وقت شما مخص پول نداریم که مورا بگیریم تریشال کنیم و مورا در خانه خود دوری کنیم که او کورش در زیر باران و در زیر دیگه میشه. سیب ما مموتر میوه ما میاریم در این چی در غزنی 60 روپیه سودا میکنیم. در پلاستیک 20 روپیه پلاستیک میگیریم. یعنی امروز بخش ما در خریدار ما در باغ ما سر 60 روپیه میطلبه. در 60 روپیه او چی بخش خریدار چی جور میشه؟ پارسال لوش زکات هم که برادر لوش زکات ما رو بدیم باش کی سوداشه، کو سودا رو ما چی کنم؟ سودا میشه اگر نمیشه ما رو خب بده. خب این خب بارد سوداشه که ما تو رو لوش زکات بدیم که نشه ما از کجا کنیم که تو رو بدیم؟ یعنی ما این مردم دهقان رو مسکین و غریب و مخص واسه نداره که یک بوجی کورت بگیره. بوجی کورت در 3000 روپیه شده. لو 3000 روپیه ما او را او بخریم. او کسایی که برادر گل شمسی داره خو یک را داره. او کسایی که تل داره و تل خود شما دیدین که در چی سانت رسیده. ذاتی قدیمای هم چی کنه کمک کنه امارت اسلامی. هیچ چیز قدیمای هیچ چیز نکرده. این 4 سال کامل میشه که 5 سال یا 6 تا گرفته برادر یک بوجی کورت قد ما کمک نکرده. یعنی حاجی صاحب مصارفتان زیاد است اما اومد کم است. اومد کم است برادر گل. رشقای ما برادر گل رشقه را سودا منیم درو منیم در بغل پلوان ملی مورو والا کسر در بار 400 روپیه هم کس نمیخره. خودت باغ چی داری؟ باغ سیب دارم. خب سیب طالب یک سردخانه هم افتتاح شد. چقدر خوش هستی و نیاز است دیگه چرا بخشی نیستم برادر از که در تای باران و در تای چی شو برادر گل در صدخانه باید که 100% بخش ما خانه صدخانه جور کنه که ما او را خوندی کنیم. تا حالا خب پاکستان بود، حالا خب پاکستان هم خدا از روی ما گرفت. اون موقع یک امید خدا پاکستان داشتیم که گم کو برادر گل مرا و سیب بیروتی رو جوپانی و این ترا رو برادر گل لاله ولا پیش خر پرت یک خر بخوره. او که یک این چی نشده که دهقان برادر گل از چی کنه برادر گل که تو رو وشور بده یا زکات بده. باشه که بده که نباشه چی رو بده. یعنی میره از امارات اسلامی ما خواهش داریم که برادر ما بخش ما صدخانه جور کنه، بخش ما توجهی سن دهقان باشه. برادر این جوش و گوش سن دهقان نیست. در 4-5 خانه سرخانه از ما نمیشه. از باید این منطقه غزنی یک 20 صدخانه خو باشه. در منطقه خوشبری باشه، در منطقه کشک باشه، در منطقه اسپنده باشه برادر گل. اینجا جایا باشه ما برادر بخش صدخانه ضرور داریم. اول ساجی ما این نیست تا پارسال برادر گل اینجا سیب تجار غزنی کاتش نمیسه برادر گل. او مرا برادر گل 1 لک 1.5 لک خدا هم سیب میخره هم در صدخانه میده. خیلی بخش زو چی بمونه دیگه. بخش زو هیچ چیز نمیمونه.